امروز میخوایم داستان دختری رو براتون تعریف کنیم که چند تا سرباز تو جنگ مادرش رو میکشن و خودش رو تحویل یه پاشه خونه میدن. اما مدتها بعد دست تقدیر اون سربازها رو وارد اون پاشه خونه میکنه و دختر داستان هم بعد اینکه اونا رو میبینه تصمیم میگیره که ازشون انتقام بگیره. به کانال من خوش اومدید. امروز میپردازیم به داستان فیلم ترسونینگ اوز. در ابتدای داستان دختر جوانی رو میبینیم که توی پاشه‌خونه وارد اتاق‌ها سرک میکشه و بعدش یه مرد بهش یه کلید میده که بره دخترای تازه وارد رو برای کارشون آماده کنه. اون بعد اینکه دخترای تازه وارد رو میبینه یاد روزی میفته که خودش و چند تا دختر دیگر رو به اون خونه آورده بودن. اون روز مردی به نام ویکتور جلوی چشمشون یکی از دخترها رو سر میبره تا بهشون بفهمونه اگه بخوان فرار کنن همچین بلایی سرشون میاره. دختر داستان ما روی صورتش یه ماه گرفتگی، نه میتونه حرف بزنه و نه میتونه بشنوه. به خاطر همین ویکتور بهش دستور داده که به دخترایی که اونجا قراره در ازای پول بهشون تجاوز وحشیانه بشه و مواد تزریق کنه و با آرایش کردنشون برای این کار آمادهشون کنه. داخل اون خونه کسی حق نداره به آنجل دست بزنه و میبینیم بعد از انجام کارش وارد اتاقش میشه و شروع میکنه به خوردن شیرینی که همزمان یه موش از دریچه هواکش وارد اتاقش میشه که آنجل بهش غذا میده و بعدش یاد گذشته میفته که مادرش بهش غذا داده. به خاطر شروع شدن جنگ توی کمد مخفیش میکنه و میبینیم که چند تا سرباز آنجل رو پیدا میکنن و از خونه میبرنش بیرون. اون سربازان وحشیانه مردم رو میکشتن و بعدش آنجل و مادرش رو میبینه که با سپر کردن خودش میخواد از دختر دیگرش محافظت کنه. اما قرآن فرمانده سربازا به برادر فرمانده یوسف پسرش دستور میده که مادر آنجل رو بکشه. آنجل از خواب بیدار میشه و میره سراغ دخترهای جدید و اونا با دیدنش ازش درخواست کمک میکنن. اما اون صداشون رو نمیشنوه و نادیدهشون میگیره و یکم بعد آنجل متوجه یکی از دخترها میشه که به خاطر خشونت بیش از حد مرده و بعدش مردی به نام الکساندر میاد جسد اون دختر رو از اونجا میبره بیرون. آنجل دونه دونه دخترها مواد میزنه و پشت چششون رو رنگ میکنه تا اینکه یکی از دخترها به نام وانیا میفهمه آنجل کر و لاله و با زبانش اشاره باهاش خداحافظی میکنه. آنجل با دیدن اون دختر شوکه میشه و یاد مادرش میفته و بعد خودش رو یادش میاد که اون اوایل ویکتور اسم آنجل رو براش انتخاب کرده. روز بعد آنجل میره پیش وانیا و ازش میپرسه چطوری زبان اشاره رو بلدی. اون میگه بخاطر اینکه قبلا پدرم کر و لال بوده. تو همین لحظه آنجل از لرزش کف ساختمون متوجه آمدن کسی میشه و فورا از اون اتاق میره بیرون. همون شب اون دریچه هواکش اتاقش رو باز میکنه و واردش میشه. میبینیم که خودش رو به اتاق وانیا میرسونه و باهاش در مورد فرار میپرسه. اما آنجل میگه این کار غیر ممکنه چون همه درها قفلن. تو همین لحظه اون متوجه آمدن کسی میشه و فورا وارد اون دریچه میشه و میبینیم که الکساندر میاد که وانیا رو چک کنه. صبح روز بعد آنجل میره پیش وانیا و بازم بهش یه تیکه کاکائویی میده و وانیا ازش میخواد که بهش اون مواد رو تزریق کنه تا بتونه تجاوز اون آدما رو تحمل کنه. بعدش ویکتور از یه مردی پول میگیره تا بره پیش وانیا و تو همون موقع انجام از داخل دریچه کارهایی که اون مرده داره با اون وانیا انجام میده نگاه میکنه. بعد رفتن اون مرد میره سرمکارش رو تمیز میکنه اما میفهمه که بعد جور آسیب دیده. خاطر ویکتور یه مرد نام آندره رو میاره بالا سرش و اون میفهمه لگن وانیا شکسته و شرایطش اصلا خوب نیست. اما با این حال ویکتور ازش میخواد که درمانش کنه. همون شب ویکتور آنجا رو میبره به اتاقش و میبره و بهش قول میده که یه روزی این شرایط رو تغییر میده و بعدش یه کلید میگه هر وقت تونستی از اینجا بری بیرون و از اینجا بری آنجل چون میتونه لبخونی که حرفای ویکتور رو میفهمه و بعدش اون شب ویکتور ترفیع آنجل رو میده. روز بعد آنجل به وانیا مواد میزنه و ببینی که اون سرنگ رو میذاره تو جیبش و همزمان یه گروه نظامی میان اونجا که رئیسشون باران و یه نرهلیه که برادرش یوسف دستور کشتن مادر آنجل رو داده. اون ویکتور علاوه بر برادرش یوسف چند تا از سربازهاش به نام های رادو و مارکو و ایمون رو معرفی میکنه و تو همین لحظه آنجل اونا رو میبینه و یادش میاد که اونا بودن مادرش رو کشتن.
بارون ایوانو میبره توی اتاق که باش راجب شراکتشون حرف بزنه و از بقیه افرادش میخواد که برن با دختره اونجا خوش بگذرونن و میبینیم که ایوان میره توی اتاق وانیا. اونجا که متوجه این موضوع میشه از زیر تختش یه چاقو برمی‌داره و وارد هواکش میشه، در حالی که ایوان لخت شده و داره به وانیا تجاوز میکنه. از دریچه میاد بیرون با چاقوش بهش حمله میکنه و بعد از کشتنش میفهمه که وانیا مرده و فورا وارد اون دریچه میشه. همزمان بقیه از با سر و صدای اون نره‌خر میان پشت اتاق. وقتی وارد میشن میبینن که یکی ایوان رو مثل برجام پاره کرده و یه دفعه کورا از داخل هواکش متوجه صدایی میشه و میفهمه که آنجل این کار رو انجام داده. برادر به افرادش میگه اون دختر رو پیدا کنین. یکم بعد در حالی که گوارون داره با ویکتور بر بحث میکنه، آنجل از هواکش میاد بیرون تا با کلیدی که قبلا ویکتور داده بود در خروجی رو باز کنه که میفهمه اون کلید الکی بوده و موقع برگشتن گوارون اونو میبینه اما دستش بهش نمیرسه. آنجل وارد یه اتاق دیگه میشه اما الکساندر میگیرتش و بعدش آنجل با اون سرنگی که قبلا تو جیبش گذاشته بود بهش اون مواد رو تزریق میکنه و همزمان گوارون اونو میبینه و یه پاشو میگیره اما آنجل موفق میشه فرار کنه. خلاصه گوارون رد میده از مارکو، از همهشون لاغرتره، میخواد که وارد اون کانال بشه و بهش اسلحه میده آنجل رو بکشه. مارکو وارد کانال میشه و با بالا رفتن از هواکش اسلحه از دستش میفته پایین و آنجل هم همزمان با یه آجر میزنه سرش رو به داخلش رو میاره. بارون که متوجه کشته شدن مارکو میشه از داخل ماشین اسلحه اضافی گاز اشک‌آور میاره تا بتونه باش آنجل رو از اون سوراخ بکشه بیرون. همون موقع ویکتور با اسلحه‌اش رادو رو میکشه و به قرآن میگه اون دختر اومده بیرون. تو همین لحظه قرآن متوجه میشه که آنجل از پنجره فرار کرده و داره به سمت جنگل میره. اونا میافتن دنبالش و قرآن میگه از هم جدا میشیم تا هر کدوم جداگونه دنبالش بگردیم. یکم بعد میبینیم که آنجل میفته زمین و چشمش به جسد فاسد شده دخترانی میفته توی اون پارچه‌خونه کشته شده بودن. یکم بعد ویکتور آنجل رو پیدا میکنه و میخواد اون از چاقوش از خودش دفاع میکنه اما ویکتور بهش اطمینان میده که هیچ اتفاقی نمیفته براش. آنجل رو آروم میکنه و چاقو رو ازش میگیره اما بعدش یک چرخ میخوابونه تو گوشش و کتکش میزنه چون باعث به چخ رفتن تجارتش شده. تو همین لحظه قرآن و برادرش یوسف میان اونجا. ویکتور سعی میکنه از آنجل به عنوان سپر استفاده کنه چون میدونه قرآن میخواد بکشتش و به خاطر همین بهش پیشنهاد میده که 50% از درآمدهای دخترها رو بهش میده. اونا تقریبا به توافق میرسن که آنجل با چاقو خودش رو با ویکتور هم یکم ازش گرفته بود به پاش ضربه میزنه و ویکتور هم اشتباهی به یوسف شلیک میکنه و کورا هم بلافاصله به ویکتور شلیک میکنه. گوران که متوجه مرگ برادر مولک سرش میشه میره بالای سر ویکتور و چند گلوله زود خالی میکنه رو صورتش. بعدش میبینیم که آنجل خودش رو به یه خونه میرسونه و یه زن ازش مراقبت میکنه و وقتی که به هوش میاد متوجه عکس اون زن کنار ایوان همون نرخلی که آنجل با چاقو پارش کرد که البته بیشباهت از اموجانی هم نیست. همزمان اون زن به قرآن به خبر کشته شدن شوهرش رو میده و اون میفهمه که آنجل این کارو کرده و با یه چاقو میاد که بکشتش اما بعد میاره. آنجل ترتیبش رو میده. یکم بعد قرآن به اون خونه میره و جسد زن ایوان رو میبینه و آنجل رو داخل یک کارخانه تغییر میکنه که میبینی آنجل میره پشت مرد یک هیکلگاوی اما اون مردها همکاراش هم یه چوس گوریل هم ندارن و آنجل رو با قرآن تنها میذارن. یکم بعد آنجل فرار میکنه. داخل یه لوله میبینیم که قرآن هم وارد اون لوله میشه اما یکم بعد هیکلش تو لوله گیر میکنه. وقتی میفهمه راهی نیست از آنجل درخواست کمک میکنه و میبینیم آنجل داره میره به سمتش و یه پارچه میکنه تو دهنش و مثل دخترها پشت چشاش و لباش با خون رنگ صورتش قرمز میکنه و از اون سوراخ میره بیرون. و آخر داستان هم میبینیم که آنجل شروع میکنه با دویدن در حالی که دیگه جونی نداره میفته بغل یه پیرزن و آنجل رو میبره داخل خونش و همزمان ما میفهمیم که شوهر این زن همون دکتر آندرس که بعد از دیدن آنجل اونو میشناسه و به نظر میرسه آدم بدی نیست.